کسانی با دستانی بر روی ماشه مرگ. یعنی این افراد همه شناسایی شدند. یک نمونه این فرد، اوفیر تسلر، تمام مشخصات، آدرس محل زندگی، تعداد فرزندان و فعالیت او در محیط کارش همه رصد و شناسایی شده. یا این یکی، ادن ورتر، ساکن شهر تل‌آویو که مشخصات کامل و شماره‌های او را برای اولین بار می‌بینید. دیگری اوفیر ایسلر، نام، تاریخ تولد، شماره‌های خصوصی، محل زندگی در شهر گیوآتیم. در حالی که گمان می‌کردند روبروی خود همه جا را می‌بینند، از پشت سر زیر نظر بودند. رژیم صهیونیستی خود را در جنگ اطلاعاتی نفوذناپذیر نشان می‌داد، اما نمی‌دانست در همان روزهای جنگ اطلاعات این افراد که فوق محرمانه هم بوده در اختیار ایران قرار داشته. پایگاه‌های نظامی خود را با چمن کردن سیلوها استتار می‌کردند، اما بخشی از همین پایگاه‌ها در جنگ 12 روزه هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفت. در حالی پشت سر هرمس را به نمایش گذاشتند که همین پهپادها با همین مشخصات بر روی خاک ایران سرنگون و نابود شدند. آسمان ایران تله مرگ این پرنده ها شد تا جایی که تعداد پهپادهای گران قیمت منهدم شده به چشم رسانه‌های دنیا آمده. This is an Israeli Hermes 900 attack drone that was shot down over Isfahan. پهپادهایی برای مهندسی معکوس، تجربه‌ای که ایران قبلا در RQ 170 آمریکایی نشان داده. سرنگونی پهپادها در کنارش تمامی اطلاعات فنی، افراد، مختصات و حتی جشن‌ها و عکس‌های یادگاری مخفی حالا در معرض دید عموم جهان است. رخنه‌ای عمیق با استخدام عوامل اطلاعاتی و عملیاتی که در بیانیه وزارت اطلاعات هم به آن اشاره شده بود و بخش دیگر نیز درز اطلاعات از سوی خلبانانی که با سیاست‌های نتانیاهو مخالفند و زندگی خود را برباد رفته می‌بینند. حالا این اطلاعات تنها یک اسکادران شناسایی شده توسط سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات بوده. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.